دوستان بیاین از تجربه هم تو کارها کمک بگیریم. برای پاک کردن و طریقه نگهداری باقلا یا باقالی روش‌های مختلفی هست که من 2 الی 3 روش اونو بهتون میگم و شما هم میتونین برای من کامنت بذارین و روش‌های دیگر رو بگین. در ضمن این تخته من هم به خاطر اینکه کلی باقلا روش پاک کردم حدود 1 ساعته به این رنگ در اومده. ببینین من باقلا رو از بالا تا پایین با کارد باز کردم. یه مدل دیگه هم اینه که دونه دونه در بیارین باقاله ها رو و اونا رو دونه دونه برش بزنین که این کار به نظر من خیلی سخته. این 2 مدل برای خلالی در آوردن دونه های باقالی هستش. من بعد از این که این کار رو میکنم اونا رو داخل آب سرد میریزم. یه مدل هم اگر خواستین لپه‌ای در بیارین به این شکل. اون خلالی بود و این لپه‌ای. باید از پهلو برش بزنین به این شکل. اون از روی باقلا برش میخورد. خب بعد از این که این کار رو کردین یه ربی که تو آب باشه میتونین خیلی راحت به این شکل دونه های باقلا رو در بیارین. و این هم باقالی که به شکل لپه‌ای میخوایم در بیاریم. شکلش یک مقداری متفاوته. اون به 2 قسمت میشه به شکل لپه‌ای و به شکل خلالی 4 قسمت میشه هر دونش. هر کدومو که مایلین. ببینین خیلی راحت باقلا رو میذارین و برش میدین. من یه سری اینجوری همه رو برش دادم، بعد همه رو در آوردم توی آب ریختم و بعد باز از توی آب دونه دونه در آوردم و پوست نازکش رو هم گرفتم یا پوست دوم باقالی رو. حالا اینجا تو مقدار کم دارم نشون میدم ولی حدود 2 ساعته که من سرگرم با این باقالی ها هستم. البته با کمک افراد خانواده. به این شکل ببینین خیلی راحت میتونین اونا رو در بیارین. خب البته میدونین که باقلا رو 2 مرحله باید شست. یکی زمانی که میخریم و هنوز کاری روش انجام نشده و یکی زمانی که اونها رو از توی پوست دوم هم در میاریم و میخوایم بسته بندی کنیم به طور خام یا اینکه میخوایم اونا رو بلانچشون بکنیم. الان شستمشون و میتونم اونا رو بسته بندی کنم. دونه های زرد رو جدا کردم که تو تمام وعده هایی که بسته بندی میکنم از این باقلای زرد نباشه و اونا رو یه دفعه‌ای میپزم. خب هم میشه همینجوری به صورت بلانچ نکرده اونا رو بسته بندی کرد که من خیلی این کار رو میکنم و هیچ وقت خراب نمیشه. مطمئن باشین داخل فریزر خراب نمیشه. به این شکل. حالا اگر بخوایم اونا رو بلانچشون کنیم باید آب و جوش بیاریم، بعد دونه های باقلا رو بریزیم توی آب. بعد از اینکه دوباره به جوش اومد 5 دقیقه بجوشه و بعد اونا رو آبکش کنین و بلافاصله تا داغه بریزین داخل آب یخ. به همین شکلی که میبینین. و زمانی که کاملا سرد شدن اونا رو دوباره آبکش کنین. بذارین کامل آب دونه های باقالی بره و بعد اونا رو بسته بندی کنین.
به هر مقداری که دوست دارین و البته به هر مقداری که نیاز خانواده است. پس خیلی راحت به این شکل میتونین اونا رو بلانچشون بکنین یا به صورت خام بسته بندی کنین. دوستان من، خدا نگهدارتون.